روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 22 اکتبر است و شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم. این نشر برنامه با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا شما را با موضوع اساسی شناس میکنیم. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت جوانی که او را با کارد زخمی کرد یک افراطگرا بود و خدا هدایتش کند. یک گروه، یک مجموعه جوانای کم سوادی کجفهم گویا که خدمت اسلام کردند. آموزگاری نابینا را با سبب سنی نفقه دیگر نمیمانند کار کند. خودش میگوید تجربه کاریش برای تربیه شاگردان خیلی مفید بوده میتواند. هم قوه کاری دارم، هم راستی که شرایطم وضعی در همون مکتبم و کدنگ نویستگی هم. مقامات روسیه در 2 عملیات یارید 10 مهاجر کاری را بازداشت کردند. بسیاری آنها با خطر اخراج روبرو هستند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت جوانی که در روز روشن و در داخل مسجد با کارد به او در افتاد از جمله افراطگرایان بوده است. او هنگام سخنرانی روز 17 اکتبر در مسجد مرکزی شهر دوشنبه گفت حمله به او کاری دست گروه جوانان به گفتش کم سواد کج فهمی بوده است که با قصد جان او گویا به اسلام خدمت کرده اند. پدرش معلم گفتن، مادرش هم همون فروشی هم مکتب گفتن. یک گروه، یک مجموعه جوانای کم سوادی کجفهم گویا که خدمت اسلام کردند. همین گروه های تندرو اصلشون رو ببینید مسلمان نیستن. اینا رو با واسطه اینترنت شبکه‌های اجتماعی دعوت میکنند. از پیش دیدگی نیستن همون آدمایی که اینا رو دعوت کردند و راهنمایی کردند و سفارش دادند، اینا انجام دادند یا که مبلغ‌های معینی وعده کردند، از پیش دیدگی نیستن اصلا. سید مکرم عبدالقادرزاده همچنین گفت که از او پرسیدند با جوان چی کار کنیم. روحانی تاجیک گفته است که خدا هدایتش کند. سخنرانی نیم ساعته عبدالقادرزاده را که مرکز اسلامی در کانال یوتیوب خود امروز نشر کرد تحریر شده و درباره افراطگرایی اسلامی است. روز 11 سپتامبر جوان در مسجد دوشنبه به مفتی تاجیکستان با کارد در افتاده پیشانی او را زخمی کرد. وزارت امور داخلی گفت جوان بنابر احساس اوباشی به روحانی تاجیک در افتاده است، ولی از آن روز تا کنون هیچ چیزی درباره پرونده نگفته است. یک آموزگار مکتب نابینایان در حصار میگوید نیرو و خواهش زیادی کار دارد ولی مکتب او را جواب داده است. افزون به این نفقه‌اش برای پیشبرد زندگی او هم کفایت نمی کند. ولی قانون در تاجیکستان که بیکاری در آن زیاد است میگوید باید راه را به جوانها هموار کنند. درباره سرنوشت این آموزگار شهلا عبدالله و عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهند. این زن نابینا را بعد 16 سال آموزگاری بر نفقه فرستادند. وی میگوید قطع نظر از درخواست‌های زیادش او را با بهانه سن و سال از شغل دوست داشته‌اش محروم کردند. من حالا که 18 ساعت کار کردن ممکن است، هم قوه کاری دارم، هم راستی که شرایطم وضعی در همون مکتبم و کدنگ نویستگی هم. به نظر مصاحبه ما یک بحث با راهبریت سبب قطعی قراردادی مهنتیش گشته است. راستی که یک بار نزدی رشپیشانی رفتیم درسو بعد همجا به رئیس اتفاق کسبه هم دامجا بود گفت که کاتبت کنی. من گفتم که نمیدونم باید کاتبت به یاردم کنند. دستم گرفت رفتم پیش دیرکتر میرم پیش معلمه بود. معلمه غضب کرد و هم دست من خیلی فشار داد. من نمیدونم برای چی. گفتم معلمه جان ولی شما من گوشم نکرده نفهمیده. من برای شکایت اومدگی نبودم. باید کس گفت که کاتبه باید کتی تو کار کنه. مراجعت شکور و بعد دستگاه رئیس جمهوری و وزارت معارف نیز نتیجه نداده است. در مکتب اینترنت نابینایان شهر حصار نخواستند این موضوع را شرح دهند. با گفته حقوقشناسان کارفرما در حالت به سن نفقه رسیدن کارمندش حق دارد او را از کار آزاد کند. از روی اختصاصی که همون نفر کار میکند جای نباشد، در این حالت کارفرما میتواند بنابر رسیدن به سن نفقه کارمند را از کار آزاد کند. این طلبات قانون است.
саноат шукурова ки ҳамакнун аз маошаш маҳрум шудааст аз он метарсад ки дастнигар хоҳад шуд. хушбахтии ман ҳамин фарзандам на фақат маоша балки ҳамин фарзанда ба ман сахт меҳр кардаги будам. яке аз шогирдони саноат шукурова ҳоло баробари таҳсил ба тиҷорат низ машғул аст. хайрулло нақши омӯзгорашро дар зиндагии худ муҳим мешуморад. ба завқ дар дарс иштирок мекардем. баъзе дарсҳода мешинӣ фикр мекунӣ ки тезтар ҳамун дарс тамом шавад, лекин ин дарси маълимада чӣ хел тамом шудани вақта намефаҳмидем мо. тураҷон шогирди дигари шукурова дар риштаи омӯзгорӣ таҳсил мекунад. ҳар як шахс вақте донишҳои васеъ дошта бошад, донишҳои васеъи он дар асоси донишҳои фундаменталӣ мешавад ва мо он донишҳои фундаменталии худро дар таҳсилоти ибтидоиямон аз устод Шукурова саноат гирифтаем. устоди мо бисёр як шахси ҷиддӣ, шахси меҳрубон ва ҳам сахтгир буданд. онҳое ки аз вазъи қишр дар кишвар огоҳанд мегӯянд пайдо кардани ҷойи кор дар ҳоли ҳозир ҳатто барои як нобинои соҳибихтисос низ мушкил аст. ба гуфтаи коршиносон танҳо расидан ба синни нафақа сабаби қатъи шартномаи меҳнатӣ шудан наметавонад ва аз нигоҳи инсонӣ корфармоён метавонанд ин қарордодро давом диҳанд. қонун иҷоза додааст ки бо ташаббуси корфармо метавонад шартномаша тамдид кунад ва шартномаи нав дар хусуси идомаи кор дар амури ихтисоси худаш қабул кунад. طبق امور رسمی ҳоло дар тоҷикистон 15000 шахси нобино зиндагӣ доранд ки 10000 нафари онҳо ҳамчун узви ҷамъияти нобиноён сабти ном шуданд. полиси русия дар пайи як рейд дар 2 қаҳвахонаи Красноярск ҳудуди 40 муҳоҷирро боздошт кардааст. ба 18 нафари онҳо ки ба иттилои мақомоти ин шаҳр хоидашиканӣ кардаанд хатари ронда шудан аз Русия таҳдид мекунад. ин шабу рӯз дар аксар гӯшаҳои Русия амалиёт алайҳи муҳоҷирон идома дорад. онҳоро дар хобгоҳҳо ошхона ва маҳалли корашон ҷустуҷӯ тафтиш мекунанд. Зарангези Наврӯзшоҳ гузориш медиҳад. ҳама санадҳои худро гирифта бароед. инҷо биёед. зудтар, хеле зудтар. پلیس و نیروهای تعیینات ویژه روسیه در جستجوی مهاجران به یک انبار شهر سمر درآمدند. در این رید که روز 20 اکتبر صورت گرفت، 14 حالت قانونشکنی از سوی مهاجران آشکار شده است. ریاست کارهای داخلی در سمر با نشر نوار در این باره خبر داده گفت 5 مهاجر برای ویران کردن قاعده‌های ورود و بود و باش در روسیه خارج کرده شدند. این مهاجران بازداشت شدند. مقامات روسیه حالا در خبرها شهروندی کدام کشور بودن مهاجران رانده شده را آشکار نمی‌کنند. اما یک مهاجر تاجیک از سمر نوشت این رید در انبار شرکت پیتیورچکا صورت گرفته است و اونجا اکثرا تاجیکان کار می‌کنند. به گفته وی تقریباً 10 شهروندی تاجیکستان را خارج کردند. مهاجران در شهر و ولایت‌های دیگری روسیه هم حالا عین همین حال را دارند. عملیات نیلیگال 2024 در این کشور ادامه دارد. مقامات روسیه پیوسته از بازداشت و رانده شدن مهاجران خبر می‌دهند. اخیراً در نتیجه یک رید در جمهوری ادیگه هم 200 مهاجر به قاعده شکنی ایبدار شدند. پلیس این منطقه از آغاز ماه اکتبر برای تفتیش و جستجوی به محل کار و زندگی مهاجران رفتند. آنها خبر دادند که 100 مهاجر قاعده ورود به روسیه را ویران کرده است و 40 نفر دیگر حق ورود به کشور را نخواهند داشت. نظر خود مهاجران معلوم نیست، اما اکثر آنهایی که در روسیه کار و زندگی دارند میگویند حالا به سبب و با وجود درست بودن سندهای بود و باش هم مهاجران از روسیه رانده می شوند. در نیم سال اخیر قریب 86,000 شهروندی خارجی از روسیه اخراج شدند. این امور را که خیلی بیشتر از سالهای پیش است، سامانه وجنی استوری بعدی آموزش معلومات دادگاه‌های روسیه پخش کرده است. به نوشته وجنی استوری بیشتر شهروندان خارجی برای ویران کردن قاعده ورود به روسیه، نقض قانون‌های بود و باش و فعالیت کاری غیر قانونی رانده شدند. در نیمه اولی سال روان برای این نمود قانون شکنی ها قریب 100,000 پرونده باز شده است، نوشته است منبع. همچنین طی این مدت جریمه مهاجران هم بیشتر شده است. در 6 ماه مهاجران 590 میلیون روبل جریمه سپردند که این برابر بر نشانداد یک سال پیش است. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند در نیمه اولی سال روان زیاده از 17,000 شهروند کشور از روسیه رانده شدند.
بعد حمله به کروکوس در سراسر روسیه سرکوب و شکار مهاجران شدت گرفته است. اخیراً در مسکو پلیس یک مهاجر تاجیک را برای وارد شدن به منطقه برای خارجی ها ممنوع بازداشت کرده است و قرار است او را از روسیه بیرون کنند. همکاران ما از بخش میگرانت میدیا بوین زاده تاجیکستان که نامش عوض شده است صحبت کردند و گزارش را همکارم شهلوی گل خواجه تقدیم میکند. گایا معلوم کردن که هم 100% بود میگه این اصلا گراجدانی گشتن ممکن است. به نقل هاشم جان او را 8 اکتبر در منطقه روبلیوفکا بازداشت نمودند. این مهاجر تاجیک در شرکت یاندکس همچون کوریر کار میکرد. روبلیوفکا محله است که ثروتمندان، ستاره ها و سیاستمداران معروف روسیه در آنجا زندگی میکنند. وارم دستافکار برده سادم که من کان گرفتنم و در نمیجا. این مهاجر بعد از یک هفته بازداشت فهمید که قرار اخراجش صادر شده است. هاشم جان که حالا در بازداشتگاه موقتی مهاجران قرار دارد نمیداند کی به وطن فرستاده می شود. هاشم جان متخصص ساحه هوانوردی است و با امیدی که در روسیه از روی اختصاصش کار پیدا می کند به این کشور آمده بود، ولی در فرودگاه به او پاسخ رد دادند. ایرپورت رفتم واکانسیو دا پیشنهاد کردم وابسته به اختصاص خودم گفتن نمیگیریم تو این اصرانی گراجدانی موتور داخلی چیو نمیگیریم. بعد اما ایرپورت گروز شکار کردم. این مصاحبه ما قصد داشت تحصیلش را در روسیه ادامه دهد، اما حادثه اخیر تمام نقشه های او را برباد داد. ماگیستراتور میسپارم میخونم که هم پرابلم بالای پرابلم هم با بعد هم حادثه کروکوس قطیم و واپشه گابزانی دیگه خیلی. قبلا مهاجران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها از شرایط بد بازداشتگاه های شهروندان خارجی شکایت کرده بسیاری ها آن را با زندان مانند می نمودند. مهاجران درباره تحقیر و شکنجه در این مؤسسه ها شکایت می کردند. اکثر وقت آنها به مدت طولانی انتظار اخراج شده تنها بعد دخالت مقامات دیپلماتی به وطن فرستاده می شدند. و در افغانستان چند پیش تندباد سخت روزی مردم را سیاه‌تر کرد که در نتیجه سیل به خانمان شدند. صدها خانواده از ولایت غور که زیر خیمه زندگی میکنند از همین سرپناه‌هایشان هم محروم شدند. تفصیلات در گزارش طاهری سفر. خیمه‌های بیجا شدگان سیل در پنجه تندباد سخت در ولایت غور افغانستان. این خیمه‌ها سرپناه کسانی است که 3 ماه پیش سیلاب خانه‌هایشان را ویران کرد. یک فرزند داشتم شهید شده. آمینه و خانواده‌اش از ناحیه مرغابی غور به اینجا مهاجر شدند. دار درخت و دار دیوال شهر اتای سیل شده. اگر رشقه بود، اگر دیوال بود، اگر درخت بود، اما پایمال شده بیرون. اگر در داد ما میرسیند خدا برسد داد. 3 ماه پیش سیل در ولایت غور صدها خانواده را بی خانمان کرد. در این سیلاب‌ها 50 نفر جان باختند. خانه و کشتزارهای زیاد از بین رفت. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیرترین در برابر فلاکت‌های طبیعی است. این کشور به هر نوع فلاکت طبیعی روبرو است، از سیلاب گرفته تا به خشکسالی و تندباد و تباهشوی زمین. وقتی طالبان به قدرت رسیدند بسیاری از کمک‌های بشری قطع شد. شاید به مردم خیمه و کمک‌های فوری رسانیده بشود، اما این کمک‌ها موقتی اند و زود تمام می‌شوند. حکومت طالبان عهد داده است برای 1000 خانواده سیلاب زده سرپناه می سازد، ولی ساکنان غور می گویند تا کنون هیچ کاری انجام نشده است و آنها زیر این خیمه ها در شرایطی طاقت فرسا زندگی می کنند. همین طوفان 25 خیمه ما مردم شیراوا و اسپربان تقریب شده و اولادکان ما شودم برون ماندهیم. اولادکان ما مریض شده. همه خیمه ها 10-15 خرد کلان کودکان مریض شده. طوفان بیامده سرپناه ما رو برده، سرپناه نداریم، هم در روی دشت بماندهیم. حدود 400 خانواده که موقتاً به این محل آمدند امیدوارند خانه‌های وعده شده را برای آنها هرچه زودتر می سازند، اما عین حال محتاج نان و مواد خوراکه ماندند که زنده بمانند و به آن خانه‌های ناپیدا برسند. بینندگان ارجمند، برنامه به انجام میرسد. بسیار سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید.